جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مژده میده برای کارگر، میفرماید که این من الذنوب ذنوبا. خوب متوجه باش، رسول الله مبارک میفرماید این من الذنوب ذنوبا لا یکفرها الصلاة ولا الصیام ولا الحج ولا العمره. بسا گناهانی است که نه توسط نماز بخشش می شود، نه توسط روزه بخشش می شود، نه توسط حج و عمره. یعنی نماز میخونی بازم الله اون گناه را معاف نمیکنه، روزه میگیری بازم الله اون گناه را معاف نمیکنه، حج میروی بازم الله اون گناه را معاف نمیکنه، عمره میروی بازم الله اون گناه را معاف نمیکنه. پس آن گناه توسط چی معاف میشود؟ رسول الله مبارک میفرماید که یکفرها الهموم فی طلب المعیشه. بلکه آن گناه را همان خستگی کارگر که به خاطر طلب رزق حلال کار میکنه خسته میشود، آن کار کارگر و آن خستگی کارگر سبب بخشش آن گناهان میشود. بگو سبحان الله. کار میکنی برای رزق و کمایی خودت، الله دیگه جا در نامه اعمالت عبادت نوشته میکنه. نه تنها عبادت، به سبب کار کردن الله گناه تو را معاف، الله گناه تو را معاف میکنه. جوانا خوب متوجه باشه، از بیکاری چیزی جور نمیشه. شاید پدرها هم توصیه بکنه که نگردین در کوچه ها، همیشه مصروف فوتبال و والیبال نباشین، برین کار بکنین. هر کاری که از دستتان میآید، چوپانی است، دکانداری است، معدنکاری است، سبزی فروشی است، خلاصه مردیکاری است، هر کاری که از دستتان میآید دریغ نکنین. الله تبارک و تعالی کار را هم تقسیم کرده، رزق را هم تقسیم کرده. الله تمام بندگان را یکسان و برابر به کار کردن تشویق میکنه، به کار کردن امر میکنه. اما شرط این نیست که رزق همه یکسان باشه. رزق کسی زیاد است، رزق کسی کم میباشه، ولی همان رزق کم هم وابستگی به کاری تو کارگر میداشته باشه و رزق زیاد هم وابستگی به کاری تو کارگر میداشته باشه.